و چیزی دیگر از خواهران عزیز، عبدالله ابن عباس امک بچه پیامبر، حبر امت، یعنی عالم این امت، بار مرد به نزدشان می آید و آن مرد از گناه خود به عبدالله ابن عباس شاگرد پیامبر، استاد مفسرین شکایت میکند. میگوید من زنی را خواستگاری کردم، آن زن به من رد کرد، یعنی نگفت، قبول نکرد مرا، و کسی دیگر به او خواستگاری کرد و او را قبول کرد و حتی اون نفر را دوست داشت و به او نکاح کرد و من خیلی غیرتی شدم، رشک کردم، بخیلی کردم و او را کشتم. آیا به من یگان توبه هست؟ یعنی من چیکار کنم پس از این گناه کبیرم که من آدم کشی کردم، اون هم به سبب بدرشکی. در اینجا حضرت عبدالله ابن عباس میگویند امک حیه، مادرت زنده هست؟ میگوید نه. بعد از این عبدالله میگویند به الله توبه کن و تو میتوانی با عملهای صالح به الله نزدیک شو. سپس آن مرد می رود و راوی حدیث عطا ابن یسار از شاگردای عبدالله ابن عباس میگوید من به پیش عبدالله آمدم، به نزد عبدالله آمدم و گفتم چرا پرسیدی که مادرت زنده هست یا نه؟ عبدالله ابن عباس گفتند اینی لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدین، من بر الوالده، ببخشید. عبدالله به من گفتند من یگان عملی را نمیدانم که آن به الله نزدیک باشد یا انسان را به الله نزدیک کند از نکویی کردن به مادر. یگان کار در دنیا وجود ندارد که شما را به الله نزدیک کند مثل خوبی کردن به مادر. و وای بر حال مردی که زند را از خوبی به مادرش منع میکنی، و وای بر حال زنهایی که با نام خوشدامنم این است و آن است، به شوهرت تو مساعدت یا کمک نمی کنی که به این ثواب نائل شود. بهترین عمل میگویند عملی که تو را به پروردگار نزدیک میکند خوبی به مادر. خوبی به مادر رو شما خطا نفهمید که در گناه مادر شریک بودن، اهل ریا باشد بر ریایی او پول صرف کردن، اهل غیبت باشد همراهش غیبت کردن، اهل ظلم باشد در ظلمش شریک شدن. نه، خوبی به مادر به او نیکی کردن، خوشحال کردن او همان گونه که خودت از چیز خوشحال میشوی.